خداوند خان برابری با آزادی. در خیابان، در غربت پیامکی میرسد. هفته ای است که از شنیدن آن هراس داریم. پیامک کوتاه است. احمد قابل درگذشت. و اینجاست که سنگینی خبر از خیابان‌های وطن بر دوش بیشتر سنگینی می‌کند. او جستجوگر بود در مسیر شدن و شد آنچه باید و شاید. احمد قابل بر گردن انقلاب ایران بسیار بیش از تازه به دوران رسیده حق داشت، اما غاصبان حقستان صاحبان اصلی را به بند کشیدند و شد سالهای بعدی قابل. از سال 1376 زندانی شدن را تجربه کرد. از همان سال بود که زندان تبدیل به خانه دوم او شد. قابل بندی شدن را فرا گرفت و به یاری در زندان برای زندانیان تبدیل شد و به فریادگری از ظلمی که بر ایشان می‌رود، به مانند آنچه بر سر اعدام‌های جنایتبار زندان وکیل‌آباد کرد و فریاد برآورد و از ظلمی که می‌رفت گفت. نامه‌نگاری‌های او به علی خامنه‌ای شکستن قداستی است که سالها به دور او پیچیده بودند. احمد قابل اصرار آیت الله خامنه‌ای در این مورد که هیچ رأی و نظر دیگری جز رأی او، مثلا در مسئله انرژی هسته‌ای، نباید مطرح شود، استبداد به رأی یا دیکتاتوری نام نهاده است. او یک اصلاحگر و نواندیش تحول خواه بود، چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل. قابل پس از انتخابات خرداد 88 و در 30 خرداد حاکمان ایران را خطاب قرار می‌دهد و صراحتاً از تقلب روی داده در انتخابات سخن می‌گوید. قابل را با دستبند و پابند به دادگاه بردند. او خود می‌گوید پیرو امامی هستم که با قل و زنجیر او را وارد مسجد کردند و هنگامی که پرسیدند کار خدا را چگونه دیدی، گفت ما رأیت الا جمیلا. آری، او سجادوار به دادگاه یزید زمان می‌رود. اینک ما مانده ایم. راه و منش و اندیشه احمد قابل. چقدر اهل پیگیری هستیم؟ از خود بپرسیم. چقدر اهل پیگیری هستیم؟ چقدر اهل یادگیری هستیم؟ احمد قابل پرواز کرد. پس از اون ما چه خواهیم کرد؟ ما چه می‌کنیم؟ برای شادی روح زنده یاد استاد احمد قابل رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع السلام. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. در سال 1383 در نوشته بلندی قابل تا حدود زیادی خود را به لحاظ فکری معرفی کرده است. نخست نوشته است: من مدعی کشف مطلب جدیدی نیستم، اما آرمان بزرگانی چون بروجردی، طالقانی، صحابی، بازرگان، منتظری و شریعتی را در قالبی نوین میخواهم تحقق ببخشم. همچون طالقانی نترس و در راه دین شجاع بود، همچون صحابی اهل اخلاص و تهجد بود، همچون بازرگان به برداشت‌های علمی عنایت ویژه داشت. وقتی می‌خواهد شریعت عقلانی را توضیح دهد این است که من می‌خواهم کلام، اخلاق و فقه شیعی را با نگاه عقلانی بازخوانی کنم. درباره حجیت عقل هم اینکه واژه عقلانیت را برای شریعت عقلانی برگزیده و اینقدر به اون عنایت داره، میگه که من در تمام اصول و فروع شریعت به حجیت عقل قائلم. من برای عقل حق تقدم بر شریعت قائل هستم. اگر قرار باشد ما با عقلانیت عرفی معاصر مدارا کنیم، یعنی ما میباید با دموکراسی را مدارا کنیم و بپذیریم، حقوق بشر را مدارا کنیم و بپذیریم، حقوق زنان را مدارا کنیم و بپذیریم، حکومت عرفی را با مدارا با عقلانیت بشر معاصر بپذیریم و بسیاری از مسائل دیگر.
در مورد نجاست غیر مسلمان، مشرک و امثالها قائل معتقد بود از عدم نجاست ذاتی انسان با هر عقیده و مرام و لزوم احترام به همه آحاد بشر. ارتداد رو حکم سیاسی می‌داند و معتقد نیست هر تغییر عقیده‌ای ارتداد است. بر این اساس به آزادی بشر در انتخاب قائل است. عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان و لزوم با اولویت عرف در این مورد، حرمت تصدی مناصب تخصصی اجتماعی از سوی کسانی که دانش لازم برای تصدی ندارند. خب با این مبنا ایشون با ولایت فقیه مشکل داشت، ولایت فقیه رو قائل نبود. شاد و خندان گشته ایام کام، محمل دلدار را حامل شدم. من اسیر گل بودم اما کنون ساربان کاروان دل شدم. تخلص احمد قابل در اشعارش اسیر بود. او اسیر خراسانی بود. میگه من اسیر گل بودم اما الان ساربان کاروان دل شدم. یقینا احمد قابل ساربان و قافل سالار کاروان اهل دل در دانیان سبز معاصر است. یا مطمئنم به شهادت تاریخ گذشته، مطمئنم که اگر امروز نگفتیم باید یک زمانی بدتر از امروز بگیم، زمانی که صدمش بیشتره، چون هرچی این ضرر رو شما ادامه بدید وقتی که میخواید جلوشو بگیرید امکانش کمتر میشه و ضرر بیشتری باید بدید. کاش اون روز اول لااقل در ساحت اندیشه اینقدر تقیه نمیشد. نماز بناس انسان رو از فحشا و منکر باز بداره. یکی از بزرگترین منکرات دروغگوییه. یعنی نماز رو بخونید، روزه رو بگیرید، اونها ظاهره. میخواد اون ظاهر شما رو به یه باطنی برسونه. اون باطن چیه؟ راست گو باشید، گفتار نیک،